درود خداوند بر همگی. امروز جمعه است 19 اردیبهشت ماه سال 1404. اومدیم کوهنوردی با علیرضا عمورحیم و طبیعت بکر و زیبای روستای خور و اینم آبشار. این سرچشمه است. اون آبشار خوری که زمستون اومدیم یخ بسته بود ازش عکس گرفتیم. این بالای آبشاره، این سرمنشأ آبشاره، سرچشمه است. و اینم غذا رو بگو آقا ایمان. سیر کوهی و سیر چیدیم، سیر کوهی، فلافل خامگیاخواری، گوجه و خیار. و اینم خود جناب عالیش، خود آقا ایمان و دوستان با عشق باز دوباره. عمورحیم، آقا ایمان. دوستان اینجا بیاین، اینجا بیاین، خیلی خوبه. خیلی مخصوصا با این غذاها. برای عکاستون هم من باشم.